چند وقت شده بود که همراه دوستانم من صحبت نکرده بودم، مخصوصا با بانوان، گل دخترکا، مادرها، خواهرها. و چند وقت شده بود که در صحیفه من، در ستوریس‌های من سخن درباره شرکت فابریک نمیرفت. برای چی؟ برای که وقتی من درباره شرکت فابریک گپ میزدم، آن دوره من کار میکردم. یک چند مدت کار کردم در زیر دست یک بانوی دیگر کارگر بودم. گفتی که با رجیستراسیون کرده بودم. بعدا از جبه که من چند طرفه میجومم، خلاص یک مدت کارو بس کردم، دیگر فعالیت نکردم. من کار این شرکت رو زیاد دوست میدارم. محصولاتش هم با من به نهایت پسند است. پولش با برکت است. یگانه شرکتی که زیادی زنهای تاجیک را صاحب کار، صاحب معاش، صاحب خانه، صاحب ماشین سبب عملی گشتن آرزوهایشان شد. یک مدت چند ماه من با پرگی فعالیتم را در شرکت من کردم. گفتم من وقت نمیشسته کار کنید، صاحب پول خوب شوید. حالا هم زیادن زنهایی که تا حال کار میجوین، کار ندارن، بهترین کار، مهنت زیاد رو طلب نمی کنند. همین زندگی هر یک شخص چگونه ساختنش در دست خودش است. در نگاه شما چگونه تصورات هست، همین چیزا شما باید که خودتان سازید. زندگی خوب رو اگر تصور کنید، آرزو کنید، همش یعنی مهنت در دست شما است. حرکت کنید، البته که خداوند برکتش رو میدهد. در اینجا من رقم واتساپ میگذارم، اینستاگرام میگذارم. کسی که خواهد در واتساپ نویسید، کسی خواهد در اینستاگرام نویسید، با کار بیایید، رجیستراسیون کنید. به پول از رجیستراسیون کار فهموندن یا دادن، پیشبری کردن به پول است. خوبی کار در گروه شبنم در چی است که او خودش به شما کمک میکند، به مثل خودش شما رو میکند. یعنی کمک میکند که شما نیز به مثل او نمی خیلی دیرکتر شوید و عنوانهای بلند روید. یا اینکه ایواد بگید چوی من میشن چویتون بره شبنم جان خوش آمدید. ماه من روسی داره، شکر نامت خدا یار یار، عشقی چشمانم بباره، میرود با صد ادا یار یار، شکر نامت خدا یار یار. یار یار یار، ماهی مرا نگه دار، با زیر سایه مهر و وفا یار یار. یار یار یار، ماهی مرا نگه دار، درون خانه نور و صفا یار یار. شکر نامت خدا یار یار. ماه من روسی داره، شکر نامت خدا یار یار، عشقی چشمانم بباره،